یکی از شاگردان دست خود را بلند کرد گفت استاد من به شما تعهد میدم که یک فصل تحصیلی دروغ نمیگویم، هرچی بگویم راست میگویم. استاد گفت شاگرد من بعد از 4 ماه بیا تو خودت به من بگو که در 4 ماه دروغ گفتی یا نگفتی، من تصدیقت میکنم. شاگرد رفت. فردای آن روز با چشم گریان آمد پیش استاد، گفت استاد امون تعهدی که دادم او را میشکنم. گفت چرا شاگرد چی شده؟ 1 روز که نشده. گفت استاد من نماز خواندم، وقت سوره فاتحه را شروع کردم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص را پرستش میکنم، خاص از تو کمک طلب میکنم. استاد دیدم که اول دروغ را به خدا میگویم، چون من به عبادت خود ریا میکنم، چون من کمک را فقط از الله نمیخواهم،